çok seven küçücük şey. Ben kendine geç kalan bir kadın. Beni sevmesen de, görmesen de hayat sürerdi yine. Ama kendimi sevmezdim şimdiki kadar. Geçmesen de, yok desen de ateş yanardı yine. Ama gülmeyi bilmezdim şimdiki kadar. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Sen kalbime denk gelen küçücük şey. Ben kendini aşk sanan bir adam. Beni sevmesen de, görmesen de hayat sürerdi yine. Ama kendimi sevmezdim şimdiki kadar. Beni seçmesen de, yok desen de güneş doğardı yine. Ama gülmeyi bilmezdim şimdiki kadar. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. شب بخیر آلارا. شب بخیر دمیر. در مورد کار یه چیزی فکرمو درگیر کرده. میخواستم بگم اگه وقت داری 2 دقیقه بیام پیشت. خونه ای؟ نه نیستم. امروز تو خونه یه مشکلی پیش اومد. امشب تو هتل باباتم. عالیه. پس تو وقتی صبحونه با هم میخوریم حرف میزنیم. عالی میشه. خوب استراحت کن. شب بخیر. میبینمت.
خوابیدی؟ البته که خوابیده. صبح ساعت 5 بیدار میشه. نه. غذا خوردی؟ چطور مگه؟ هتلی که توشی رزوتوی قارچش معروفه. توش خامه هم میریزن. از اون نخوری یا آلرژی تحریک میشه. تو از کجا میدونی من تو کدوم هتل میمونم لروکس؟ از میه داشت برات اتاق رزرو میکرد. منم شنیدم. ریزوتو نخوردم. چی خوردی؟ تو چرا نمیخوابی؟ طبقه زیر شیروانی خیلی گرمه. منو فرستادی اینجا، دارم از شدت گرما ذوب میشم. پنجره رو باز کن لروکس، خنک میشی. تو چرا نمیخوابی؟ دارم فیلم میبینم. چه فیلمی؟ شب بخیر لروکس. دمیر با اولین پرواز صبح میام استانبول. بیشتر از این نمیتونم منتظر بمونم. مجبورم با دمیر حرف بزنم. خونه قدیمی رو خریدم، میرم اونجا. دمیر بابات داره میاد پیشت، میاد خونت. اوف دمیر، اوف از دست تو. آخه الان وقت گوشی جواب ندادنه. پسر صبح داره بابات میاد، خانواده لروکس هم اونجا. اوف چی کار کنم؟ شب بخیر مروه. میدونم خیلی دیر وقته، اما بیداری؟ الو وداد، خیر باشه، چی شده؟ شب بخیر مروه. میدونم این حرفی که میزنم یکم عجیبه، اما من به دمیر زنگ میزنم جواب نمیده. قرار بود یه چند روز تو هتل بمونه. تو یا یکی از بچهای شرکت میدونه کدوم هتل هستش؟ برای همین زنگ زدم. مشکلی پیش اومده؟ بابای دمیر قراره صبح بیاد، میخواد مستقیم بره خونهش. نمیتونم با دمیر حرف بزنم، میخواستم اینو بهش بگم. چه خونه ای؟ کدوم خونه؟ تو خونه دمیر یه مشکلی هست، یه تغییرات کوچیک دارن. بهتره که باباش خونه رو تو اون وضع حال نبینه. نه نبینه، البته که نبینه. خونه اونم خونه رو
خدای من خواهش میکنم کمک کن. متوجه نشد. ودا تو قطع کن، من سعی میکنم با دمیر خان تماس بگیرم. باشه باباش خونش رو نبینه. باشه. وای دمیر زود باش، جواب بده دیگه. حداقل تو جواب بده. اما آتیلا، وای خدا، پدر و پسر پیرم کردین. ای خدا. آخ دمیر جواب بده دیگه. سلام، اتاق دمیر ارندیل، فوریه. منتظرتون بودن؟ منتظر نیست. نه منتظر منه نه منتظر باباش. ببینین خواهش میکنم کمک کنین، باید فوراً باش حرف بزنم. میشه بهش زنگ بزنی؟ تلفن جواب نمیده. یعنی چی جواب نمیده؟ یه بار دیگه زنگ بزنین، مهمه. جواب ندادن یعنی نمیخواد کسی متهمشون بشه یا اینکه تو اتاقشون نیست. شماره اتاقش چنده؟ نمیتونم بهتون بگم. اما من نامزدشم. آره نامزدشم. ببین موضوع مرگ و زندگی، خواهش میکنم کمک کن. نامزدتون مشکل سلامتی داره؟ آره به شیر گفت حساسیت داره، اسپاسم گلو میگیره، ممکنه الان بمیره. خواهش میکنم. طبقه 13 اتاق 1307. الان به دکتر زنگ میزنم. دمیر 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 دراکس تو اینجا چی کار میکنی؟ چون جواب تلفنمو ندادی مجبور شدم بیام. زود باش یه چیزی بپوش، باید فوراً با هم حرف بزنیم. لیروکس وای خدایا خیلی گرمه. آی دختر بیچاره زیر شیربونی کباب شد. مثل بچه میمونه. بچه حتما پنجره‌رم باز نمی‌کنه. برم یه آبی براش ببرم. با این زانو دردمم نمیتونم از پله ها هی بالا پایین برم. دخترم لیروکس. لیروکس عجیبه. لیروکس آفرین لیروکس، کل هتل رو بسیج کردی. فقط همینم مونده بود که دکتر هتل معاینم کنه. این موضوع مهم چیه؟ چی شده؟ بابات داره میاد. فقط مونده بود مامانم اینا با بابا آشنا بشن که اونم داره میشه. چی؟ قند خون و فشار خون من دیگه همش به فنا رفت. حتی نبضم هم حس نمی‌کنم. لیروکس چی داری میگی؟ گوشی تو کجاست ها؟ همه دارن سعی میکنن بهت زنگ بزنن. به خشکی شانس. به بابام زنگ بزن بگو نیاد، خیلی جدیه. دوباره بهش زنگ بزن. ببین اگه نمیتونی بهش بگی نیا، یه بهونه ای جور کن، بگو خارج از کشوره. چه میدونم، یه چیزی جور کن بهش بگو دیگه. آخه این دختره این وقت شب بدون خبر کجا میتونه رفته باشه؟ این که رفته بود تو اتاقش بخوابه. اینجا چه خبره آسمان؟
آی شماره مروه و آیدارم ندارم، فقط شماره دوست و آشناهای سینوپو دارم. آی حالا چی کار کنیم سمی؟ من چه میدونم؟ من که نگفتم باباتو سرزنش کن و مانع اومدنش شو. زشته. میگم تا خونه بادم میرم به تعویقش بنداز. تازه به وداد میگی بهش زنگ بزنه. انگار بابات نیست غریبه است. به تو مربوط نمیشه لروکس. اگه به خاطر منه من میرم خونه ی آیدا. تو به خاطر من فداکاری کردی، منم به خاطر تو میکنم. اما میترسم که بابای تو و مامانم اینا رو در روشن. تازه بابات میخواد بیاد در بزنه و بگه اومدم خونه پسرم. اگه اینطوری بشه هیچی جلودار بابام نیست. ببین در مورد روابط من با پدرم مجبور نیستم به تو توضیح بدم لروکس، فهمیدی؟ در ضمن یه لحظه ببینم، تو این قضیه رو از کجا فهمیدی؟ از کجا باید بفهمم؟ وداد به مروه زنگ زده، گفته میدونین دمیر کجا میمونه؟ مروه فکر کرده که تو میدونی، چون که میدونن. آره لروکس، من 1000 بار بهت هشدار دادم، گفتم نباید کسی از شرکت بفهمه که ما داریم با هم زندگی میکنیم، اما تو رفتی به همه گفتی. آره چرت و پرت نگو، کسی چیزی نمیدونه. پس چرا مروه به تو زنگ زده؟ چون که چی؟ چون که چی؟ چون بگو که دیگه لروکس. چون آخرین نفری که تو رو دید من بودم. وداد گفته تو خونه دمیر یه سری تعمیرات هست و تو هتل میمونه. پرسیده میدونین تو کدوم هتله؟ خب مروه به من زنگ زد، چون که صبح ما برای جلسه رفته بودیم هتل یلدریم خان. پرسید اونجا میمونه. تو چیزی میدونی؟ لروکس به هیچ وجه به من دروغ نگو. اگه حرفی است که بخوای بهم بگی بگو، چون الان دقیقا وقتشه که اعتراف کنی. فردا خیلی دیر میشه لروکس. راستش دمیر، من میشنوم. الان برمیگردم. آلارا، یه فکر فوق‌العاده به ذهنم رسید، نتونستم تا صبح صبر کنم. مزاحم که نیستم. دمیر دوبله شده در استودیو جری. مهمون داشتی؟ بدون اینکه خبر بدی اومدی اینجا؟ فکر کنم من مزاحمتون شدم. تو دیگه برگرد اتاقت. ببین این دختره این همه را اومده، منتظرش نذار. گفتم نگام کن. دخترم من 1000 تا فکر کردم آخه. مامان جون من واقعا معذرت میخوام، میبخشیم. آلارا نصف شبی رفته خونه این طرف، اون وقت تو اینجا داری به چی فکر میکنی؟ دخترمونو دل شکسته و ناراحت چی گفته اینجا ولش میکنیم؟ با هم میریم، برای اونم بلیط میخرم. محض رضای خدا چی داری میگی سمی؟ همچی چیزی نمیشه. اگه تو بدترین شرایط بودم، شرایطی که بدترین اتفاقات پشت سر هم برام بیفته، فکر میکنی دوست داشتم کی کنارم باشه؟ لروکس. اما این که فکر میکنن اون رئیسمه مشکلی نداره. رئیست نه، اما این که فکر کنن دوست پسرته مشکل داره.